فکر کن یک روستا در سکوت مطلق فرو رفته. روستایی که تا چند ساعت قبل پر بود از زندگی و جنب و جوش. حالا همه چیز مثل یک تابلوی نقاشی ترسناک و بی حرکت شده. آدم‌ها، حیوانات، همه در یک لحظه از حرکت ایستادند. انگار زمان برای همیشه در این روستا متوقف شده. اینجا کامرونه و این داستان دریاچه‌ایه که سالهاست به عنوان دروازه مرگ شناخته میشه. دریاچه‌ای که میگن قربانی‌هاش رو انتخاب میکنه و هیچ کس از اعماق تاریکش بر نگشته. و اون روز این دریاچه نفس هزاران نفر را گرفت. این یک نفرین باستانیه، یک آزمایش شکست خورده، یا شاید طبیعت قصد داره رازهای هولناک خودش رو از ما پنهان کنه. امروز قراره به اعماق این راز سفر کنیم، از افسانه ها تا حقایق علمی غیر منتظری که دنیا رو شوکه کرد. آماده باشید برای مواجهه با یکی از مرموزترین و ترسناکترین پدیده‌های طبیعی روی کره زمین. سلام به همه، من عاطفه هستم و اینجا جاییه که قرار مدام شوکه بشید با حقایقی که شگفت انگیزتر از افسانه ها هستن. دریاچه نیوس در نگاه اول شبیه به هر دریاچه آتشفشانی دیگه‌ایه، یک زیبای آرام و فریبنده. اما مردم محلی قرن‌هاست که این دریاچه رو به اسم دریاچه شیطانی صدا میزنند. اونها میگن صدای قرش‌های عجیب و لرزه‌های خفیفی از اعماق آب به گوششون میرسه. پدران به فرزندانشون هشدار میدن که به لبه دریاچه نزدیک نشن. افسانه‌ها از روح آبی حرف میزنند که در اعماق دریاچه زندگی میکنه. روحی که گهگاه از خواب بیدار میشه، قربانی میگیره و دوباره به خواب میره. اما اینها خرافات نبود. در سال 1984، 2 سال قبل از فاجعه اصلی، اتفاقات عجیبی رخ داد. مردم متوجه شدند که رنگ آب دریاچه به یک قهوه‌ای مایل به قرمز تغییر کرده. ماهی‌های مرده روی سطح آب شناور شدند. روستاییان با نگرانی از بوی عجیبی صحبت می‌کردند، بویی شبیه به بوی تخم مرغ گندیده، بوی گوگرد. اینها همون نشانه هایی بودند که کسی جدیشون نگرفت. نشانه هایی از یک هیولای خفته در زیر آب که داشت خودش رو برای بیدار شدن آماده می کرد. شب مرگبار، آگوست 1986. شب 21 آگوست 1986 ساعت 9 شب. هیچ چیز غیر عادی نبود. خانواده ها در حال شام خوردن بودند. بچه ها آماده خواب می شدند. اما ناگهان یک صدای وحشتناک از سمت دریاچه به گوش رسید. شبیه صدای انفجار یک بمب اتمی. صدای یک غرش عمیق که از دل زمین برمیخاست و بعد سکوت. ساعتی بعد یک ابر سفید و غلیظ از دل دریاچه برخاست. ابری که از مه غلیظ‌تر بود، ابری که نه بوی بدی داشت و نه قابل دیدن بود. این ابر به سرعت از سطح دریاچه به سمت دره‌ها سرازیر شد، مثل یک سیلاب نامرئی و بی‌رحم. وقتی به روستا رسید، ابتدا سگ‌ها از نفس افتادند، بعد پرندگان بیجان روی زمین افتادند و سپس انسان‌ها. داستان افرادی از نجات یافتگان که کمی بالاتر در بالای تپه‌ها زندگی می‌کردند تکان دهنده است. اونها می‌گفتند که در سکوت شب صدای سقوط ناگهانی همسایه‌هاشون رو می‌شنیدند. صدای افتادن ظرف‌ها، صدای باز شدن و بسته شدن درها و بعد سکوت. صبح روز بعد وقتی اولین امدادگرها به روستا رسیدند، با صحنه‌ای روبرو شدند که تا آخر عمرشون فراموش نکردند. 1746 نفر
و 3500 رأسدام بی حرکت در جای خود مثل مجسمه جان باخته بودند. یک خانواده کامل سر میز شام در حالی که قاشق هنوز دستشون بود مرده بودند. مادری که روی تخت خواب خوابیده بود فرزندش رو در آغوش گرفته بود در همان حالت خشک شده بود. چیزی این آدم‌ها رو نکشته بود، نه زخم، نه خونریزی، نه بیماری، فقط یک مرگ مرموز دست جمعی. دنیا در بهت و حیرت فرو رفته بود. چه چیزی میتونه این حجم از مرگ رو به بار بیاره بدون اینکه هیچ اثری از خودش باقی بذاره؟ دانشمندان از سراسر جهان وارد منطقه شدند. اولین فرضیه ها درباره گاز خردل یا یک نوع ویروس ناشناخته بود، اما هیچ کدوم درست نبود تا اینکه یک تیم از زمینشناسی و شیمیدانان به یک نظریه شوکه کننده رسیدند. یک فاجعه گازی بود. این نظریه می گفت دریاچه نیوس یک دریاچه انفجاری یا دریاچه لیمینیک هستش. توضیح این پدیده واقعاً علمی و ترسناکه. در اعماق دریاچه سالهاست که چشمه‌های زیرزمینی فعال هستند. این چشمه‌ها گاز دیوکسید کربن رو به اعماق آب تزریق می‌کردند. این گاز به دلیل فشار بالای زیر آب به شکل مایع در لایه‌های عمیق دریاچه حل شده بود. برای سالها لایه‌های سطحی و عمیق آب مخلوط نمی‌شدند. لایه‌های سطحی که اکسیژن داشتند از لایه‌های زیرین که پر از CO2 بودند جدا بودند. اما اون شب شوم یک رانش زمینی کوچک یا شاید تغییر دمای ناگهانی این لایه‌ها رو به هم زد. این اتفاق باعث شد گاز مایع به سرعت آزاد بشه. فکر کنید که یک بطری نوشابه رو که به شدت تکون دادید و درش رو باز می‌کنید، حالا این بطری رو ضرب در میلیاردها کنید. نتیجه یک فوران لیمینیک بود. یک ابرقول آسا از دیوکسید کربن خالص که از دل دریاچه خارج شد. گازی بیرنگ و بیبو و مهمتر از همه سنگین‌تر از CO2 هوا. این گاز به جای بالا رفتن مثل یک پتو یا یک سیلاب نامرئی از روی تپه‌ها سرازیر شد و تمام دره و روستا رو پر کرد. هر چیزی که در ارتفاع پایین‌تر از دریاچه قرار داشت در این گاز خفه شد. مردم خواب بودند یا در حال استراحت. هیچ دردی نداشتند. فقط اکسیژن از چشم‌هاشون خارج شد و به جای اون CO2 وارد شد. مرگ در عرض چند دقیقه بدون هیچ ردی اتفاق افتاد. این یک هیولای نامرئی بود که از اعماق زمین برخاسته بود. حالا که راز علمی فاجعه برملا شده بود، دانشمندان با یک سوال بزرگ روبرو شده بودند. چطور از تکرار این فاجعه جلوگیری کنیم؟ اینجا بود که بزرگترین پروژه مهندسی محیطی دنیا شکل گرفت. ابتدا یک تیم فرانسوی کامرونی یک سیستم تخلیه گاز نصب کردند. لوله‌های بزرگی که از کف دریاچه شروع می‌شدند و تا سطح آب می‌رسیدند. این لوله‌ها به آرامی گاز CO2 رو از اعماق به سطح می‌آوردند و در هوا رها می‌کردند. اما این کار بدون ریسک نبود. هر گونه اشتباه در محاسبات میتونست باعث یک فوران بزرگ و مرگبارتر بشه. تصور کنید یک جراح که میخواد یک تومور سرطانی رو از مغز بیرون بیاره. دقیقاً چنین ریسکی وجود داشت. بعد از سالها کار طاقت فرسا، پروژه تا حد زیادی موفق بود. اما سوال اینه که آیا این کار برای همیشه امنیت رو تضمین میکنه؟ جواب مسلماً نه هست. زمینشناسان میگن که دریاچه نیوس یک دریاچه جوان محسوب میشه و گازرسانی به اون همچنان ادامه داره. سطح گازهای جمع شده در اعماق در حال افزایشه و نکته ترسناکتر، دریاچه نیوس تنها دریاچه انفجاری دنیا نیست. 2 دریاچه انفجاری دیگه هم
در همین منطقه در کامرون و یکی در جمهوری دموکراتیک کنگو وجود داره. اگه چنین فاجعه‌ای در یکی از این دریاچه ها اتفاق بیفته، با توجه به نزدیک بودن اونها به مناطق پرجمعیت، تعداد قربانی ها میتونه از هزاران نفر به میلیون ها نفر برسه. داستان دریاچه نیوس به ما یادآوری میکنه که طبیعت همیشه با ما مهربان نیست. گاهی زیر آرامترین سطح خطرناکترین رازها پنهان شده. این فاجعه نشون داد که بزرگترین قاتل نه یک ویروسه و نه یک سلاح، بلکه چیزیه که حتی نمیتونیم ببینیم یا لمسش کنیم. امروز دریاچه نیوس آرام به نظر میرسه، اما در اعماقش همون هیولای نامرئی در حال شارژ شدن برای فورانی دوباره است. این سوال همیشه باقی میمونه: آیا ما انسان‌ها با تمام پیشرفت‌های علمیمون واقعاً توانایی مقابله با قدرت بی‌نهایت طبیعت رو داریم، یا شاید در نهایت ما فقط یک مهمان موقت در این سیاره هستیم که هر لحظه ممکنه طبیعت تصمیم بگیره نفس ما رو بگیره؟ این یکی از وحشتناکترین و در عین حال علمی ترین اتفاقات تاریخ بود. شما فکر میکنید آیا یک روز انسان میتونه برای همیشه این هیولای خفته رو مهار کنه؟ نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و میخواید بیشتر درباره مکانهای مرموز و رازهای بزرگ دنیا بدونید، حتما کانال منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید. به دنیای اسرارآمیز من خوش اومدید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.